مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای نخل احمدی. چه اطلاعات بیشتری درباره مصادره کمک‌های مردمی به دست سپاه داریم؟ ببینید این اتفاق رو ما باید در کنار بقیه اتفاقات که در این فاجعه رخ داد ببینیم. 4 روز سیل در سیستان بلوچستان بود، اما بایکوت خبری و در واقع هر گونه انجام کاری از طرف دولت و حکومت در سیستان بلوچستان بود. انتخابات انجام شد، حداقل حضور و مسئولیت پذیری نهادهای دولتی و حکومتی رو داشتیم. حضور در واقع همدلانه و بسیار تحسین برانگیز مردم از کل ایران رو در واقع شاهد بودیم که اجناس لازم و حتی کمک‌های نقدی خودشون رو برای برخی از افرادی که در اونجا فعال بودن و برخی از گروه‌های حقوق بشری و مدنی ارسال می‌کردن. این حساب‌ها رو مسدود کردن، اجازه برداشت پول رو ندادن. کمک‌های در واقع دارویی و خوراکی و مسائل مثل این رو که ارسال کردن سپاه پاسداران در یک موردش این هست که جلو اونها رو گرفته، اونها رو مصادره کرده. چند روز قبل این اتفاق افتاده، گفتن اینها رو پخش میکنن. امروز که ما با برخی از فعالین مدنی مستقل در اونجا تماس گرفتیم که اونها درخواست کرده بودن از سپاه که این اجناس رو بین مردمی که خانه‌های خودشون از دست دادن، زمین‌های کشاورزی، حالا دامداری و معیشت خودشون در واقع کار و حرفه خودشون از دست دادن پخش بکنن، چون مجبورن اینها همین مسائل رو الان پول بدن و بخرن. سپاه گفته هر وقت لازم بود یا اگر لازم داشتن ما اینها رو پخش میکنیم. یعنی برآورد سپاه این هست که باید تعیین بکنه مردم اونجا کی لازم دارن، چقدر باید بخورن، چقدر باید استفاده کنن، در حالی که برخی از این خانواده ها و مردم الان در شرایطی هستن که در چادر، در کانکس یا در خانواده اقوام خودشون زندگی میکنن، تقریبا هیچ پولی یا هزینه‌ای برای پرداخت این در واقع اقلام ندارن و در این حال میبینیم سپاه پاسداران به اینقدر خیره سرانه حتی کمک‌های مردمی رو هم به نام خودش ضبط میکنه. ممنون از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین.